خاندانتان، روح و تن و جانتان، پاکی ایمانتان، قوت وجدانتان، فیض دسترخوانتان، عزت مهمانتان، کل پیوندانتان، همه در پناه الله پاک باشد. السلام علیکم. من سایمه سیدوه با برنامه پرنده های مهاجر باز هم مهمانک خاندان خاکسارانه شما هستم و خیلی خیلی ممنون هستم از اینکه هر هفته روز سه‌شنبه مهمان شده وارد میشوم بر اتاق شما، طریق یوتیوبی هم باشد، طریق آنلاینی هم باشد و همراه موضوعهای را محاکمه میکنیم، در موضوعهای گفتگوزار میکنیم. خبرهای من به شما میرسانم، خبرهای شما بر من یا بگو یا بشنو گفت و شنید است. اینجا دنیا همین است. روزها میگویند که میر افشینیه. زندگی این مناسبت است، با هم معاشرت است. برنامه پرنده های مهاجر است. هر برنامه البته موضوعی را فرا میگرفت و این برنامه هم چشم انتظاران نام دارد. میدانید چه؟ من در همین برنامه فکر کردم قبل از این برنامه چرا در دیگر برنامه هم تماشابین بسیار است، هم اشتراک کننده خیلی بسیار، آنقدر بسیار که حتی بعضا نوبت نمیرسد، اما در برنامه من چنین نیست. هرچند در شبکه فیسبوک پیوسته می نویسند که ما مخلصی اصیل همین برنامه هستیم. خب چرا کمتر اشتراک میکنند، کمتر وارد میشوند گفته اندیشیدم. بعدا به خلاصه آمدم که برنامه ادبی و فرهنگی که هست بیشتر ابونچیان همین کانال مذکور پیام تیوی در ذهنشان سیاست جا شده، بیشترشان درک سیاسی دارند یا بیشترشان ذوق بر سیاست دارند، گوش میکنند. اهل فرهنگ هستند همگی، شکر خداوند، اما در باب ادبیات و دیگر موضوعهایی که ما فرا میگیریم شاید کمی غمگین‌تر هم باشند یا دشوارتر هم باشند، یا من دشوار حرف میزنم که کمتر اشتراک میکنند. برای همین به همین خاطر هم امروز در برنامه دیگرگونی وارد کردیم. میدانید چی خبر آماده کردیم؟ 3 خبر عجیب که دوام همین شبانه روز به وقوع پیوسته، 3 حوادث عجیب و این خبرها را که به سمع شما میرسانیم بر به سمعتان هم بر نظرتان هم مورد نظر شما هم قرار میگیرد و اگر گفتار در باب خبرها باشد میتوانید گفتگو کنید. واقع موضوع برنامه رو من خودم پیگیری میکنم و در موضوع برنامه خودم حرف میزنم. به خاطر آنکه موضوع برای گفتگو بین شما و ما پیدا شده باشد با خبر آماده کردیم. اینجا تنظیمگری آوازی ما خبرها را الکی گرفت، تهیه کردن، برای شما آماده کردن. خبرهای عجیب هم هست، دقت روا هم هست. من هم خبر اول رو گوش میکنیم. آستانه مرگ و میر حبس ملاها ادامه دارد. مولوی عبداللهبک یزغلامی و 2 شاگردش روانه زندان شدند. نزدیکان از حکم سود ناراضی بوده به زینه‌های بالایی شکایت خواهند برد. مولوی عبداللهبک از روحانیان معروف وادی یزغلامی ونج 5 سال و 2 شاگردش امام‌الدین علیف و نظرالدین شکورف 4.5 سالی از آزادی محروم شدند. همه آنها برای دعوت به افراطگرایی طریق اینترنت پس پنجره رفتند. برادر عبداللهبک قوتبکوف گفته است که او در دادگاه حکم را ناعادلانه خوانده در سخن آخرش گفته است فقط برای دولت و کشورش خدمت کرد. برادرش حکم را ناعادلانه خوانده گفته است به زینه بالایی شکایت خواهند برد. یادآور می‌شویم که مولوی عبداللهبک و برادرش عزت‌اللهبک هر دو ختم کرده مدارس و دانشگاه اسلامی زاهدانی ایران بودند که سالهای آخر در تاجیکستان معروفیت زیادی داشتند. مولوی عبداللهبک و برادرش همچنین با آن مشهور بودند که بیماران را قرآن و قصیده می‌خواندند که در میان مردم با نام جنبراری معروف است. بیماران زیادی به نزد این روحانی هم به زادگاهشان دهه جمعی جماعتی از غلامی ونج و هم به دوشنبه می آمدند. مولوی عبداللهبک با موعظه ها و یا امر معروف های پرسر و صدا و پرشورش در شبکه های اجتماعی بسیار معروف است. خب یعنی
حبس ملاها ادامه دارد. این در یزغلام در شهری که زندگی میکنند یزغلامی مولوی بار اول نیست. 2 نفر روحانی را کمی قبلتر از این هم بازداشته بودند، برده بودند. چون واقف شدیم همکارمون صفیه واحد با اینجا کمک کردن، خبرها را قرائت کردن، واقف شدیم که مولای جنبرار هستند. شاید در همان محبس در زندان کارمندان زندان بیشترشان جن زده باشند که اینها را برده تا به خانه اینها آمده رفتند گیرند معلوم نشود، یا شاید خبر دیگر باشد. خب در این مورد میتوانید شما گفتگو کنید. اگر نفرانی که میشناسند احترامش را به جا میگذارند، این 3 نفر روحانی را، هم مولوی یزغلامی هم 2 نفر دیگر را که شاگردان اویند، واقعا نگفته نماند که هر بار وقتی دعوت حربی شود این ملایان کمک میکردند بر حکومت جان و جوانان را دعوت میکردند به خدمت حربی خیلی میرفتند و محض با دعوت همین ها خیلی جوانان از تحصیل بر ایران دست کشیده برگشته بودند بر وطن. اما این همه را نادیده گرفتند. یعنی دوستانی هستند که هر قدر بیشتر دوستی میکنی همان قدر درک میکنی که بیفایده است. گویا حکومت چنین شده که هر قدر بیشتر با میل خاطر آن کار میکنی همان قدر تناب را در آستر میافکنند، همان قدر زنجیر پایت را پرقوتتر کرده افکنده زندان میکنند. در این باره شما هم همه گپ را من نگویم، شما هم میتوانید حرف زنید. بعدا خبری دیگر رو گوش میکنیم. اینش در کدام بابت بود بفرمایید. رحمان معاش عالمان را 28% زیاد کرد. اما این فرمان نه به همه عالمان دخل دارد. موافق فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، ماه سپتامبر مزد مهنتی زیاد شده را تنها کارمندان ریاست اکادمیای ملی علمهای جمهوری و مؤسسه های تابع آن میگیرند. بله، شاید آن عالمانی که اکثرشان در روی خط دسرنت هم هستند. اما لیکن هنوز عالمان معاش زیادتر شده اشان را به دستشان نگرفته، نرخ آرد در بازارها بالا رفت. حالا ارزش یک خلطه آرد 50 کیلویی نوع یکم به 265 سومانی برابر شده است. خریداران در بازارهای سوخت میگویند ارزش آرد نظر به یک هفته پیش 20 سومانی بیشتر شده است. بنا به گفته ساکنان، قیمت آرد در بازار پنجشنبه خوجند هم تغییر یافته است. آخر آن عالمانی که معاششان زیادتر شد شاید از بازار آرد گذر هم نکنند. آرد را مردم مهنتی به زور روزگذرانیده ایستاده میخرد. عموما در تاجیکستان این حالت یک عرفی معمولی شده است که همین که معاش معلم و دکتر و عالمان یک کمی بیشتر شد، اول نرخ بازار میافزاید. حتی اوبازه اگر پهن شود که معاش معلمان زیاد می شده است، نرخ بازار الکی بالا می جهد. آخر این معاش زیادتی پول که بسیار شد آدم ویران می شود، باید مواد غذایی را قیمت تر کنند. باز هم کارمندان بودجوی باید آزار بینند. واقعا آن عالمان معاش بلندتر می گرفتند که در فلان مرتبه ها کار می کنند و همگی 3 ساعت قبل در شبکه اجتماعی فیسبوک صحیفه اخبار برای افکار خبری را خواندم که نوشته شده باز 2 عالم تاجیک را دسرنت به اثردزدی متهم کرده. شماره اثردزدان هم الکی از 50 گذشت. با عجب، یعنی معاش دسرنتی ها زیاد می شده باشد که آرد قیمت شد. یک کاری خیر میکنن میگویند از بالا، اما خیر تا خیر دیگر نمیرسد و شر مبدل میشود. مردم اذیت میکشند. یک فیلسوف بزرگ گفته است که فراست یک نعمت است که به همه میسر نمیشود. اما افسوس که به فراست ها نمیدانند که مردم اطراف از آنها آزار میکشند، چون که برای درک این حالت هم فراست لازم است. انا همین در. خب خبر سوم اگر آماده باشد گوش میکنیم، بعدن برنامه را من ادامه میدهم. اسکندر کل رحمان کل می شود. سابق معاون رئیس پارلمان عبدالمجید دوستیف پیشنهاد نموده است که نام اسکندر کل به کلی رحمان یا رحمان کل عوض کرده شود. دوستیف خود را خاکسارانه یک نفقه خور گفته معرفی کرده است. در نامه پیشنهاد کردهش درباره خونخواری های اسکندر مقدونی
و بریدن سر اسپیتامن و ربوده شدن دخترش رخشانه و غیر حادثه های تاریخی را نوشته است. یعنی با این گفته ها دوستیف می خواهد به کل نام اسکندری بیرحم را نیو نام نجات بخشی سیاره را گذاریم. بیرحمی کدام بیشتر بودنش را هنوز ترازوی تاریخ معین می کند. اما گپ در سر آن است که اسکندر کل به نام اسکندری مقدونی گذاشته نشده است. تاریخدان و زبانشناس تاجیک امید جیهانی گفته که رفیق دوستیف نمیداند که این کل نام سوغدی دارد و حتی پای اسکندری مقدونی به کنارش نرسیده است. نام سوغدی این کل اسکادر بوده که معنایش کولی که در بالای دره جای دارد است. این نام چونین ساختواژه دارد: اسک بالا، در دره کل دریاچه می باشد. سلمان سلطانزاده چونین بیان کرده است: اگر مقصد نامگذاری باشد، همچون ساکنی ناحیه ظفرآباد که در موضعی به نام میرزا چولی تاجیک بنا شده است، پیشنهاد میکنم نام ناحیه ظفرآباد به رحمانچول عوض کرده شود. چون در نتیجه سیاست 30 ساله رحمانوف این مکان آباد باز به چول و بیابان تبدیل داده شد. هیچ نیاز و بهانه و دلیلی برای نامگردان کردن اسکندر کل نیست. چاپلوسی هم حد و اندازه دارد. امام علی رحمان با ریاست و حکومتش نامش را در تاریخ ماندگار کرده و نیازی به جاویدانسازی یادش ندارد. درست است. در تاریخ حالا 100 ساله های زیاد درباره امام علی رحمان خواهند گفت. فرزندان ما نبیره و ابیره و چبیره و دیگرها البته خواهند گفت، چنانه که درباره اسکندر مقدونی امروز دوستیف گفته است که چی کارهای کرده. اکنون نگاه کنید، تا ما رفتن به هر حال تاجیکستان رحمانستان نشود که مبادا در چپته ما تاجیکستان نوشته شده باشد از فرودگاه ما را برنگردانند. عجب. واقعا درباره ظفرآباد میدانید، ظفرآباد یک زمانی که ما پختچینی می رفتیم از جانب مکتب، همان گیدران لوله های آبی داشت که نهایت با سرعت بلند آب می اومد. باغ و سبززارهای خیلی هم شاداب داشت. اما این همه را امروزها دیدن حد الامکان است نیست. یک میرزاچول نام دهه هست که از خیلی منطقه های کشور به آنجا مردم را کوچانیده بردند و همه مردم آنجا را آباد کرده بودند. میرزاچول، من نمیدانم میرزا کیست، اما اگر رحمان چول کند واقعا میدانم که با شرف کی رحمان چول نام گذاشتند. این هم یک پیشنهاد فعال فیسبوکی بود که سلمان نام دارد. برنامه را ادامه میدهیم. موضوع امروزه برنامه ما چشم انتظاران است. چشم انتظاران نام نهادیم. یک زمان درباره مادر گفتیم که انتظار است، درباره یاد دادا گفتیم، امانت مهاجر گفتیم که فرزندکانشان آنجایند. اکنون چشم انتظاران، یکی را خواهر و دادر، یکی را یار و پیوندان انتظار هستند، دوست و رفیقان انتظار هستند. این همه انتظار بوده ها را انتظاری جانکنی است میگویند، یعنی مانند است به جانکنی که انتظار است. در صحیفه اول همین برنامه هنوز صدا نداده رسم یک مادرجان بود، مادرجانی که در نگاهش انتظاری پر بود، در نشستش انتظاری، در همان محیطش انتظاری بود و همین صورت را دیده با عمق معنای چشم انتظاران رفتن ممکن است. چشم انتظاران انتظارند در وطن، برای توفه هایی که به وطن میبرید فرزندکان انتظار هستند، هر روز رقم میزنند سنه ها را، برای مبلغی که در کیسه میبرید، برای مهر و محبتی که میبرید همسرانتان انتظار میکشند و برای که همین خودتان صحت و سلامت به پای روانتان در آمده می روید مادر جان انتظاری می کشد. مبادا که پول نبرید همسرتان چی در مسجد کار کردیم اگر گفته یک دو ناراضی که می کند. فرزندان هم دادا جان چرا در روسیه پول نبود مگر که نآوردی کی می بیاری. اما برای مادر فرق ندارد، آمدن خودتان دنیا بخت است. دنیا چی میگوید، در خود ممنونیت و راضگی را احساس می کند مادر. چشم انتظار کن، بر نان بیار کن، تقویم بینگرند
هر دم شمارکان. کی روزی خوش رسد ای غم خطارکان، گیرد ابالتان ای بی شمارکان، چشم انتظارکان بر نان بیارکان. برادر کلانی رفت. کدام سنه رفته بود؟ خواهرکانی هستند تقویم را در دیوار میگذارند و دایره چه میکنند. سنه 21 سپتامبر رفت. برادر کلانی کی می آید میشمارند، خوردهش کی آمد میشمارند. همین قلمی که سنه ها را خط زده می رود، الها سنه را گرد قلمی سر حاشیه کند، گردش قلمی سر کند که برگردند، مهم برگردند. در 1 سال برمیگردند، 2-3 سال برمیگردند. انا همین چشم انتظارکان کنده نشود، دلشان از دنیا گنده نشود، افکنده نشود. وقت تیز میگذرد. همین روزی سه‌شنبه میگذرد و آخر برنامه فرا میرسد و من بعد برنامه از همان محتوای سخنهای شما، گفتگوهای شما ذوق به اندازه میگیرم، میگویم برنامه من بعد رو از این هم بهتر آماده میکنم. یک تشویش زندگی به کامش فرو میبرد. یک بار به خود آمده نگاه کنم، الگی سه‌شنبه شده است و بعد چند ساعته که برنامه هست. زود موضوع انتخاب میکنم. خب پای در پای نوشته ایستادن اینجا سلام و درود بر برادر و خواهرکان گفته ایستادن. همه این را من خوانده ایستادم. تشکر میگویم. 25 نفر خیلی بر وقتتر از آغاز برنامه وارد شده بودند. بر کل آنهایی که سلام علیک اینجا نوشته پرسپاس یکدیگر دارند تشکر میگویم. گفتم که وقت میگذرد، تیز میگذرد، ناگفته میگذرد و همین وقت است که باز داشتن امکان ندارد. عمر ما را گرفته می رود از کنارمان. وقتش می رسد که هر کس پاداش کارهای کردهش را، خوب و بدی کردهش را، نیکی و بدی کردهش را می بیند. و البته فرا می رسد روزی که مکافات صداقت را هم می بینیم، مکافات خیانت را هم می بینیم. اگر کرده باشیم، خیانت نکرده باشیم الها، اما ندانسته یک انسان خطاکار کو شده ماند، پاداشش را البته که می بینیم. حتما زمان فرا می رسد که برای شکستن دل کسی جواب می گوییم، چون که دیگر شکسته ها را به ابرا آورد نمی شود، دل را نه، دل عمرباد می شکند. حتی اگر توانستیم که با خوشبختی کسی اندک خوشبختی زم کردیم، به چهره کسی یک تبسم زیبای هدیه کرده توانستیم، یک روز به شبه وقت می رسد که مکافاتش بر ما بر می گردد. خب من برای شما یک شعر که قرائت می کنم، بعدا زنگ های شما را قبول می کنیم. واقعا امروز با سبب های تکنیکی پیوستن طریق ایما و واتساپ امکان ندارد. شما می توانید با لینکی در برنامه گذاشته شده وارد شده، خواه با چهره خواه به چهره با نام و نسب مستعار هم با ما گفتگو کنید. ما 3 برنامه 3 موضوع برای شما پیشنهاد کردیم، نه فقط چشم انتظارکان. چشم انتظاران این برنامه بخشیده شده است بر آنها. همه به این دنیا گریان آمدیم، همه بر این دنیا گریان آمدیم، کودک کوچک نیم جان آمدیم. که حق و که ناحق خدا می داند، همه هم بنده الله پاکیم. که منصب می خواهد که یک برده نان، که خوشبخت و طالع که دل در فغان. شاه هم یک جان دارد، در تو هم یک جان، ما همه بنده الله پاکیم. نفس گفته کجاها دویدنمان، زیر پاکی ها را ندیدنمان. معلوم است که جای رسیدنمان، ما همه بنده الله پاکیم. راهمان گوناگون، منزل یگانه، زیر خاک سرد است آخرین خانه. اما امتحان آنجا آسان نه، ما همه بنده الله پاکیم. خوبیم، زشتیم، بد هستیم یا خوشکار هستیم، ما همه بنده های خدای بزرگ هستیم. نوابسته از چهره نورانی و بینوری ما، نوابسته از رفتار و کردار و گفتار کرده ما، همگی بنده ایم. حرف بد را بر لب آوردن خطا است. کافر و مومن همه خلق خداست. ترازوی برکشنده اعمال و
کردارهایمان در نزد خداوند است. همگی نفر اگر آگاه کند، اگر بینی که نابینایی چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است، اگر نفر آگاه کند، نفر وادار کند که آگاه باشه چه خوش و از بدی های من بعد ندانسته و دانسته میکرد اگر خودداری کنی خیلی خوب می بود. برای همین ما محاکمه نمی کنیم کاری کرده کسی را، ما فقط آگاه کردنی هستیم و همین برنامه که به خاطر مسافران مهاجران تأسیس داده شد، پرنده های مهاجر نام گرفت و چشم انتظارکان آنهایی که در وطنی عزیز هستند، به خاطر آنها انا این بخش برنامه را بخشیده، انا این صفحه برنامه را آماده کردیم. یک دادرک هفته گذشته در شبکه فیسبوک نوشته بودند سفر رستمов نام دارد، یک جوان ساده و بی‌غبار و من روبرو میشناسم، از یک دهات دوردست هستند و یک دل صاف دارند و دلصافانه گفتند که در تاجیکستان حادثه شد، خیلی میخواهم که نقل کنید بر مخلصان برنامه‌تان. با ماشین بودم که کارمند بازرسی دولتی اتومبیل باز داشت با قباحت و حقارت و پست زدن ها و مرا به گناهان متهم کرد که من نکردم و هوا که سرد بود، من یک کرته نفیس داشتم، بینمان زد و خورد به عمل آمد و خرخشه و جنجال به عمل آمد و قوه استفاده بردیم و او کرته مرا دراند و من سرپوش و کلاه همان مخصوص خدمتی او را از سرش گرفته هوا کردم. جنجال تا جای رسید. اینجا او دیگر دعوا کرد که تو پیشوای محترم ملت را حقارت کرده، در حالی که من در یاد و در خیالم هم نبود که پیشوا را چی گفتم و حقارت کردم. من تماما به دهان نگرفته بودم و او پیوسته میگفت تو حقارت کرده، نسبت تو جزا تعیین کرده می شود. و عجیب این که یک جوانی که میشناسم و مرا هم میشناسد و یک پولچینک است در مسیرگردها، در نقلیات مسافرکشان، او در همانجا اثبات شده ایستاده است که من پیشوا را حقارت کردم. حتی از ترس جانش اثبات می شود یا متهمی می کند، تهمت می کند، به هر حال دروغ می گفتند. من خیلی می خواهم همین حادثه را پیشکش کنید بر شنوندگان که این چه حالت است، این چه حالت است که لباسم را می درد، دشنام می دهد، حقارت می کند، با زبان لعنت داره. نمی خواهم منطقه را گویم چون که محلگرای خوب نیست. و همین سفر دادری ما که عین حال خود هم در سفر است، سفر رستمov التماس کرد واقعا را نقل کنم و او که بر تاجیکستان دیگر برنگشت، شاید می‌هراسد، اما در همین مدت برنگشتنش مادر از دنیا گذشتند. مادرش خاصیت نام داشتند، خاصیتی به خاصیت میگفتند مادرش را، چون که مشکل کشای مردم برین در همه معرکه و در همه مجلس و در چاره‌بینی های فرهنگی و چاره‌بینی های دیگری دولتی هم مادرش همیشه صدر محفل برین سخنگو بود، یعنی زن پیش قدم بود، فعال بود، به همین خاطر خاصیتی به خاصیت میگفتند. یک مادر دلصاف و بی‌غباره. برای مادر سفر رستمov اپای خاصیت خان البته من شعر میخونم. حالا میخواهم شنوندگانی که با ما پیوسته درباره سه موضوعی که پیشنهاد کردیم حرف زدن میخواهند با آنها گفتگو کنیم اگر آماده باشند. با همین لینک وارد شوند میتوانند گفتگو کنند با ما و اگر آماده نباشند من باز هم ادامه میدهم برنامه را. شعر درخواست دادر سفر را میخوانم، از لایق شیرالی آماده کردیم. شعر دادا را از ما خواهش کردند اینام جان بابوف. خب به حد خوشرو گپ میزنی اپا جانم، گفتند قربان زبان اپا جان گویتان. باز هم شعر دادا را میپرسند. شعر دادا را تیار است، ما یک بار وعده دادیم که در آخر نوار میگذاریم اما نگذاشتیم، اما وعده میدهم که این نوبت شاید با یک تهیه بیشتر زیباتر
در شبکه پیام این شعر رو میگذاریم، چون که شعر که البته بر کلام عبدالواحد زیور تعلق دارد. شاعر که شعر را نوشت دیگر وی مال همگان است، برای مردم می نویسد. شاعر درد دل مردم را که نوشت برای مردم می نویسد. و من که قرائت کرده بودم و در شبکه یوتیوب پخش شده بود، نمیدونم از جانب که و دیگر ما خود حق داریم قرائت خود را گرفته در کانال یوتیوب خود همکارانمان گذاریم. خب می شود اگر با ما گفتگو کنید وارد شوید، ولی اینکه زیرین هر نفر وارد شد گفتگو میکنیم. یکی موضوع بود درباره معاش عالمان زیاد شد و نرخ آرد فوراً بالا رفت و غیر از آرد دیگر محصولات خوراک هم. و موضوع دیگر بود از بازداشت ملاها، زندانی کردن ملاها ادامه دارد. یک ملای جینخان را گرفته بردند و من کم کم باوریم هم آمده ایستاده است، اعتمادم کم کم کامل شده ایستاده است که همین جینخان لازم است همان بر زندان. شاید از بسیار بردن بیگناهان چی جین زده اونها را که جینخان را هم میبرند، شاید برای خواندن لازم باشد. زندانبان ها را در نظر دارم. خب و یک خبر دیگر درباره عوض کردن نام اسکندر کول بود. اسکندر کول نه و اسکادر کول است. ویکیپدیا خطا نوشته است. خبرهای ویکیپدیا شاید 50% هم درست نباشند، آنجا دروغ بسیار است. حتی در آخرش می نویسند که با ما کمک کنید که مواد جمع کنیم. پس نیاز دارند بر کمک که اصلاح کنید آنها را. آن اسکادر کول هست. اسکندر مقدونی اقلا قدم نگذاشته است بر اسکندر کول، بر اسکادر کول که به شرف اسکندر مقدونی گذاشته شده باشد. واقعا رخشانه را که اسکندر در 32 سالگیش به همسری قبول کرده بود، رخشانه 16 ساله بود و یک پسر هم داشتند که در 12 سالگی از دنیا گذشت. قبر مادر و پسر در یک جای است و هنوز هم چون یک موضع تاریخی در یونان بود یا کجای، واقعا انیق در خاطر ندارم، چون یک موضع تاریخی قبر پسر اسکندر و رخشانه در یک جاست. خیلی ها زیارت هم میکنند رفته یا برای آموزش هم میروند. خب بحث داغ میرود اینجا، گرم و داغ میرود که با دیگر سوال ها جواب میدیم. اپا نویستند عبدالرحمن بگذار وارد شوند. عبدالرحمن به هر کدام سوالی باشد ما به هر حال برنامه رو بر چشم انتظاران بخشیدیم. باقی در موضوع های برنامه میتوانید صحبت کرده. پرنده های مهاجر برنامه. خب تا دمی که شما نباشد وارد می شود، من برای دادر عزیز که برای مادر جان شعر التماس کردند یک شعر می خوانم برای سفر رستمов. آن کس ما را خیلی باز انتظار هستند، هنوز نو بر شبکه یوتیوبی را نوار اعلان برنامه را گذاشتیم که یک نفر علاقه انتظار بودند، همین سفر رستمov. شعر می خوانم برای مادرشان، خاصیت به خاصیت. بودی دنیای منو رفتی ز دنیا مادرم، من برون از خاک و تو در خاک تنها مادرم. از کنارت تا شدم محروم در ایام گل، شد کنارم از سرشک شور دریا مادرم. در بهاره که طبیعت چون جوانی خنده روست، گریه رویم در غمت در باغ گلها مادرم. در جوانی دست شفقت از سرم برداشته، به کسم بگذاشته در راه فردا مادرم. رو خراشان ساخته، گیسو پریشان ساخته، کامتم کردی دوتا ای گنج یکتا مادرم. مهربانی های دنیا با تو زیر خاک رفت، کس نیازد سوی من دست تسلا مادرم. پست و بالای جهان بالای هم غم می دهند، با تو یکسان می نمود
این پست و بالا. مادرم، همچو گوری تو دلم از آرزوها سر شد. ای جهانی ساده عشق و تمنا. مادرم، زود رفتی از جهانی ناشکیب. ناشکیبا مادرم، ای ناشکیبا مادرم. رفت در تابوت تو هم بود و هم نابودی من. وا علم از دست دنیای فریبا مادرم. بردی از لب خندم ای شعله آیندم. وا دریغا مادرم، صد وا دریغا مادرم. چقدر بدرد می نویسد مادر، چقدر بدرد می نویسد. لایق نوشته است. مادر را از دست داده است. شما در دنیا یگان کتابی را خوانده اید که پدرنامه باشد، که یک کتاب شعر در وصف پدر باشد، پسرنامه باشد یا دخترنامه باشد، فرزندنامه باشد. نیست. اما مادرنامه نه فقط لایق نوشته است، اما خود لایق گفته که گر شاعران عالم یک جا مدیح گویند، یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. تمام شاعران عالم یک جایگی مدیح یعنی مدحیه خوانند در وصف مادر، یگان بیت در تعریف و ثنای مادر نمی ارزد. از اینجاست که بهترین سخن را درباره مادر حضرت پیامبر گفتند، درود بر روان پاکشان، بر آل و اصحابشان. گفتند که مادرت را، وقتی میپرسند کی را بیشتر اجر گذاریم احترام کنیم، گفتند مادرت را. گفتند باز کی را؟ مادرت را. باری سوم هم پرسیدند، گفتند مادرت را. بچه ها را مراتبه گفتند پدرت را. یعنی بر مادر بیشتر باید سیکرت، بیشتر نیکی کرد. درباره مادر حرف خوش کافته، شعره که برای مادر جان سفردادر کافته، یک سخن خوش را هم چشمم برخورد که گفته تربیه فرزند را نفران میگویند که از بطن مادر سر می شود. بعضی ها میگویند که از روز تولد سر می شود. مثلا ابن سینا گفته است که از روز به دنیا آمدنش تربیه را آغاز کنید. فیلسوفان دیگر گفتند از بطن مادر باید آغاز کرد، چون که فرزند 3 ماهه در بطن مادر صدای پدرش را از دیگران فرق می کند. اکنون امروز فرزندکان را نمیدانم که در بطن مادر حالا پیدا شدنشان انیق و دقیق نگشته، هنوز یک چند روزه که هستند، پدر می رود به روسیه، بعد چند سال می آید دیگر باید صدای پدر را از کجا درک کند. در بطن مادر کودک الکی جنگ و جدال است در خانه یا صلح و صلاح است، اینها را درک می کند و در بطن مادر الکی خیلی ذهن او تشکل می یابد. اما یک فیلسوف بزرگ دیگر گفته که بیشتر موافقه می کند بر تربیه از کجا آغاز می شود. تربیه نه از بطن مادر، نه از روزی تولد سر می شود. تربیه از ازدواج شروع می گیرد. شما زن می گیرم می گوید نه، شما مادر فرزندان را انتخاب کرده ایستاده اید، شما نسل او را ادامه می دهید. تربیه از اینجا آغاز می شود. با که عائله دار می شوی، فرزندکانت مثل اویند. اگر زیبا چهره میکاوی تو فقط فرزند زیبا میخواهی، دیگر نه. اما عجیب این که در طبیعت اثبات شده که خیلی نفرانی که کلین زیبا میکوبند نبیرایکان نه آنقدر زیبا صاحب میشوند. اینش هم یک حالت عجیب است. قدرت پروردگار است. زیبا تلاشی نکنید، زیبایی فرصت مدت دارد. زیباترین گلهای دنیا هم خزان پذیر هستند. برنامه پرنده های مهاجر است. اگر در موضوع چشم انتظاران حرفی گفتن دشوار باشد، ما میتوانیم در موضوع دیگر که خبر برایتان پیشنهاد کردیم، بازداشت ملاها ادامه دارد، یا در موضوع زیادشوی معاش عالم و بالاروی نرخ بازار به هم پیوست، یا موضوع دیگر بود دیگرگون کردن نام اسکندر کل بر رحمان کل، یا تاجیکستان رحمانستان، یا ظفرآباد را گفتند رحمان چول نام گذارند.
عجب پیشنهادی خوب بود. می توانید وارد شوید بر لینک زیرین و فکر خود را ابراز کنید در این بابت. بعضی از برنامه های همین پرنده مهاجر خیلی از فرصت برنامه گذشته یک و یک باره صحبت داغ شده می رود، خیلی ها وارد می شود و آغاز برنامه گرمتر می شود. در آغاز برنامه شاید انجام برنامه گرمتر می شود، شاید در آغاز برنامه شکریه نوشتن رحمانستان و فریاد کردن. در آغاز برنامه تمام گفتگو را بر پرنده می بخشند. مادر چشم انتظارت زنده باد. مسافر عزیز، درایی که از در خانه باشد، همین چشم انتظارکان باشد که حیات مضمون داشته باشد. واقعا فراموش نکنید که دعای همان چشم انتظارکان برای بردمانه در روسیه کار کردنتان و صحت برگشتنتان خیلی نقش مهمی دارد. دعای در همانجا نشسته ها و دریغا که خیلی از مادران بعد گسیل کردن دیگر خودشان از دنیا گسیل می شوند و دیدار فرزند را مناسب نمی گردند. خداوند از چنین حالت ها نگه دارد. خداوند نگه دارد از حالت هایی که فرزند برگردد و همان چشم انتظارک در پشت در نشسته نباشد. برای شما در برنامه من بعد خواتیر می شود مادر نام یک شعر که آماده کرده ایستادم خیلی پرتاثیر است که تمام موضوعهای مهاجرت را در بر میگیرد. انتظار باشد، فقط در برنامه من بعد هنوز آماده نیست نصف متن. و بیننده تماشا بینانی عزیز، شنوندگان گرامی قدر رادیو پیام که گوش میکنند در این حال ما را مستقیما می توانید وارد شوید. 212 نفر که ما را تماشا میکنند در 3 موضوعی که پیشنهاد کردیم با ما گفتگو کنند. چی فکر دارید در باب عوض کردن نام اسکندر کول بر رحمان کول؟ شما آیا راضی هستید؟ آخر اون بیچاره مردک 30 سال عمرش را زحمت کشیده اینقدر صلح آورد، سیاره بزرگ که یگانه سیاره که اونجا حیات وجود دارد آن را نجات داد، گفتند نجات بخش سیاره، نخواد بر همین نام او یک کولر ها نبخشیده باشیم. شما چی فکر دارید؟ در باب بازداشت ملاها چی فکر دارید؟ اینقدر ملایان را بردند و مگر زندان از ملا پر نشد که باز بردند. و فکرم آنجا یگان بحث علمی شده ایستاده است که بخواهند باز ملای ورزیده تر، ملای نطق پر تاثیر موثرتر داشته را میبرند. سال 2017 هم بود، محض همان سالی که ماه اکتبر من از استرافشان بیرون شدم، همان سال از استرافشان 6 نفر ملاها را برده بودند. 6 نفر را، یکی از نامدارترینشان را من اینجا گفتن نمیخواهم تا باز هم بر خانواده او فشار نارد. از خانه او 300 کتاب برده بودند و این 300 کتاب همگی ادبیات بود. غزلیات حافظ بود، سعدی بود، مثنوی رومی بود، دیگر تاریخ بود، کتاب درسی هم شاید باشد، چون که خیلی اهل ادب و فرهنگ بودند اون نفر. و اما بردند. خب احمد علی نوشتند سلام، خوش آمدید. ینگه گویم شما را که خب کدامش موافقین؟ خب احمد سلام علی. علیکم. بله و علیکم سلام، گوش میکنم شما را. اپا اگر همه جانب بروا همون تاجیکستان بنومش منه اگر بروند خب رحمان که نام بد نیست، یکی از نامهای خداوند است. اگر خدا را در نظر داشته گیریم، خدا در همه جاست. شاید اگر رود و این پیشنهاد هم هست، به خاطر خلاص شدن میلش نامش را میگذاریم گفته. خب در باب داشت ملاها یگان حرفی گفتنی هستید؟ نه دیگه تشکر احمد. تشکر بر شما. همه یک پیشنهاد بود. با شرط نامش را بر کل تاجیکستان میگذاریم که رود. عجبا، دنیا عجیب است که از بعضی ها از بودنش خیلی ها کلفت دارند، بعضی ها از رفتنش خیلی ها کلفت دارند. در خاطر دارید. خب
شتاکویچ عجیب نسبه شما رو قبول میکنیم بعدا من حرف میزنم. مرحمت. السلام علیکم. سعید نوریدین نام دارند. دادر شما رو گوش میکنیم. امو کولا میگم پسوی ما اماموئل چیزنان به نام اماموئل. خب در باره موضوع برای ملو گفتی آخه در تاجیکستان پشتی های ملو را نمونده سپا همه را بردن رسکن همه اوزی با اپا یا عادت دیگه گرفتن با یک کارگر سر کن دختروی ملو را میدیدن برای کمی آبروش و برهم دادن تا بوتا دختر ملو عاشق شده گم شده با خدا ما چندین ملو را میدانم که دخترش دزدیدن یک دیتا 2 ماه نیفتنش بعد 2 ماه او دختر او آوردن گفتن جینو دزدیده بستنش او جینو رحمان دزدیدن کی دزدیده دروغگویش و نگاه که دختر ملو را دزدیدن 2 ماه نبود شد 2 ماه بعد او آوردنش گفتن جین زده دستش کراچی جینو بردنش پشتی که خوفه خیلی همین ملا سیاه کردن از سال 37 شاید 30 هم باشد آغاز شده بود و همون وقتها هم همیشه همین نفرانی که سواد دینی دارند حرف عربی را خوانده میتوانند الفبای عرب را یعنی الفبای نیاگان فارس را هم می بردند. عین حال هم همین ادامه دارد. هرچند ما را دولت دنیوی و دموکراتی و گفتند اما همان مغز شاخ شده شوروی داریم که محض ایدئولوژی همان کشورها ادامه داده ایستاده. واقعا در خاطر داشته باشد اگر شما در خلوت خانه ملاها نوار ثبت کننده را هم گذاشتند، دستگاه نوار برداری را هم گذاشتند و اونجا به نوار هم گرفتند. خلوت خانه ملاها را در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده بودند. اونجا که خلوتی است و دخل ناپذیر است آن را هم گذاشتند. حتی در تلویزیون هم چه نوارهای را پخش کرده بودند که بعدتر در شبکه‌های اجتماعی سر و صداهای بلند شد و گفتند حرف بد بود البته اما گفتند پورنو تیوی شد تلویزیون ها. درست گفتید دخترهایشان را هم اوزی بخدا میگم که اینا باور کنی همین دخترای ملو را میدزدن که بوده که دختر عاشق شده است این دختر عاشق شده است قطعی عاشقش گرفته برفته یا این خیلی با اکا که شرمنده بگیم که همین آبروی ملو را در زمین میریزونن که که دختر ملو خانچق شده برآمده برفته و همین کاری اهمیت خودش میدزده خونه‌اش. بله اما آبروی انسان را اگر خداوند ریختن نخواهد با این همه ریزاندن خواستنهایشان نمیتوانند بر مقصد نمیرسند. بسیار تشکر. باز هم یک موضوع دیگر داشتیم در آن بابت هم چیزی گفتنی هستید. معاش عالمان را زیاد کردند و مواد آذوقه زود بر فلک زد نرخش. در تاجیکستان پجام باور که همه شو مافیا و شیطانی و خیلی شدگی معاش آخید دمی هر نرخ نو میخیزه یگان چیز فهمیدن نمیشه دکتر. هر کس برای خودش وجه زوره یعنی لوبوی تشمه در این بازار سودا میکنه میان همین اینالوکش میاد پل میگیره دخترش میاد هر روز میان همین پل نشید دیگه هم پوچکا پرتوفتی اومدیم در تاجیکستان از باور که فجان یگان قانون نیست. بله هم فکرم هستم. قانون شکنی بسیار است. قانون را قانونگذاران میشکنند. این دم اشخاصی که قانون را حمایت میکنند در علاج هر جنایت خود جنایت میکنند. حق شناسان تومه مار رذالت میشوند گر کار ناحق ایشان شکایت میکنند. همین خیلی شعر هم بود. درست میگه. درست اپاجان اصلا بگیرم امی حکومت خودش نمیخواه مردم بویشه و برای کی چی بگو برای امی حکومت اگر بخواه مردم بویشه و مثال امی تماشن راستماش کرده ارزون کنه در این تاجیکستان پری ماشین میشه. اینا ما واسه خودم مثال ماشین دارم اما تاجیکستان بردش نمیتونم امی راستماش که ارزون شوی و بپل شوه ما هر سال یا ماشینی میبرم شاید که یگان آدمی ماشین دارم اما تا ماشینش برام پدرکه کنم وقتی ما این از یک کیا دارم میگم با تاجیکستانش برام 40,000 سومون راستماش کشه زنگ زدین 40,000 سومون
و وقتشون میخوان این مردم همین خلق بای شوه همین رستماش کرده پول کنن ارزان کنن یا بپل کنن. ما باوری دارم تاجیکستان پری ماشین میشوه. بله درست میگوید، اما نمیخواهند، خود نمیخواهند. خیلی که یک در سفر درباره کارمند بازرسی دولتی گفت که لباسهایشان را دریدن، لباسهایش را دریدن و باز گفتند که تو پیشوای ملتمان را حقارت کرده. تماما یک گناهی نکردهش را بر سرش بار کردند. درست میگوید، 100% درست. اما ما با فجان یک چیز دیگر به گوش مردم برسانم. در همین تاجیکستان هر روز این امیسیا میشوه چخیل همین یک انسان هم میکشه. اینا مثلا ما یک آدم هم میکشم میبرن مرا زندان میکنن، یک سال بعد امیسیا میشه سومتی میبرم. من که پدر مادر او آدمی که ما کشتم راضی نیستن اخی ای کار فکر نمیکنن. از نام جناب خش مینداری مینا در تلویزیون هر روز جناب امیسیا کرد این زندانی آزاد کرد. اخی خیلی پجای نوازی ما ترم بکشم برا میبرن زندان میکنن، یک سال بعد مرا خوی میکنن چرز امیسیا سومتیم. ولی پدر مادر تو زن مثال فرزند تو ناراضن از این کار. یا فکر نمیکنن. هر روز در تلویزیونشون میگن جناب این آدم آزاد کرد. نه که بسیاری بچه‌ها رو میدونن که یک کلاس قطعی بردگی محکم کرده و یارو خوی نمیکنن با کلاس در امیسیا آزاد نمیشوه. نه که قاتل آزاد میشن. یک انسان کشته یک سال در امیسیا میشوه خوی میشه. ما زید همین امیسیا باید نشه در تاجیکستان. راست شید همه آزاد شون باید. اول بیگناهان زندان را بیرون کنند. بله آدمی که اصلا هیچ گناه نداره، یک کلاس هم گناهی بیچاره فقط هم یا لای موندگی او آزاد نمیشوه. نه که آدمی شاپا ما دیدگیم که مستفید مثلا مرده که میونه عمره یک دختر نابالغ تجاوز منه، بعد تجاوز کردن میکشه میبرن زندانش منن امیس یقتی سومت که میبرویه. نه که بچه‌هایی که یک کلاس قطعی شدگن وای امیس یا ودا چی نمیکنه یوردم نمیکنه نمیبرن کلاس قطعی. بله آگاه هستیم و از همان محبس هم باره بر رادیوی ما زنگ زده بودن، تلفن هم داشتن. عجبا که زنگ زده بودن و با یک سوال برنامه سوال و جواب شوکاور بود بیکترینه با یک سوال من جواب دادند و گفتند من از کاری کردم پشیمانم. ما پرسیدیم اون دادن را که چه گناهی کرده که حبس شده؟ گفته بود برادرم در روسیه بود، در خانه نان نبود، من یک خلطه 8 کیلوگرم آرد دزدیدم و یک قطعه یک پاچکه همان چی میگویند اوریبچه کودکان که چی میگویند پادگروزنیک میگویند روزها. دزدی را بینید چی نان ندارد، آرد دزدیده 8 کیلو. برای 8 کیلو آرد حبس شده، 6 ماه دادند. مرگ صدر آن شهر، مرگ راهبر شهری که در زندان آن شهر آرد دزدیده حبس شدند. گرسنه که ماندند و آرد دزدی رفتند و حبس شدند. باز مرگ آن نفره که زندانبان است، آنجا زندانبان است و همین گناه ها را در آزار و اذیت قرار میدهد. او که گرسنه ماده این کار را کرده. عجب دنیای. در زمان حضرت عمر همین خیلی حالتی بود که نفره گرسنه مانده دزدی کرده، راهبر همان شهر بود یا کسی را آزار داده بودند که عین مدعا بود. بابا نام. خب دادر، اولا تشکر برای شما. من باید اول با شما گفتگو کنم، بعد به نفر جواب گفتنی هستم همینجا. بسیار تشکر که پیوستید به برنامه، با ما هم صحبت شدید و که فکرهای جالبی را هم گفتید. از شما می‌ندار هستم. برحمت کلا پجام بعد همی اخیسخان یا موضوع آینده اگر امکانیتش باشه یا موضوع درباره همی چوا که در این جامعه طلاق بسیار شده در این باره موضوع کنه. البته خب موضوع خوبه هست. ما یا برنامه همی جناب اولیه تماشا کنم میگه که وقتا اخی در جامعه طلاق بسیار شده. آخه طلاق همه شده سیما هم دست خالی کار نه، دست خالی بگه خونه میره حتی هم زنک جنجال بعد البته طلاق بسیار میشه و ما در همین باره موضوعی که ما صفحه تشکیل کنیم فکر افتادهاشو مردم بگن. و درست ما عالمای هم داریم، کارشناس هم در این موضوع داریم که در این موضوع نه عموما در کل موضوع های فقهی دینی دعوت میکنیم در برنامه من بعد
خصوصا در مهاجران این کار بسیار دیده می شود. می رود یک کارلیقای دیگر ملت را می بینند و از بحر زن اول می برایند. درست. بله خب رحمت سلام اپا جان. بسیار تشکر که پیوستید. وقتی خود را دریغ نداشته. یوان سیتی شما را گوش میکنیم. السلام علیکم. شهرک یاوان است به تاجکی یوان سیتی. سلام. آگاه نیستند هنوز شاید. همینجا در پیامک ها بابا نام یک جوان هستند یا یک دادر هستند، خواهر هستند، چی بودنشان نامعلوم است. بابا البته که این نام و نسب دروغین است. اسلام را تو برای صاحمه ها آلوده می سازید نوشتن. خب من صاحمه معنای سهمگزار را دارد. من صائمه هستم و همین جمله را بر هر نفر گوید که اسلام را صائمه ها پامال میکنند خیلی خنده‌آور می شود، چون که صائم معنای روزه‌دار را دارد. عجب است که گوید روزه‌داران اسلام را پامال کرده ایستادند. روزه که یکی از رکن‌های یکی از فرض‌های فرموده است. کلا دادر عزیز شما را قبول می‌کنید؟ السلام علیکم اپا جان. و اپا علیکم جان سلام علیکم. سوزن اپا جان سلامتی خوبه. شکر خدای که ساز آفریده. یکم موضوع تون فهمیدم. یکم موضوعتون برای چی بود؟ یکم موضوع حبس ملاها ادامه دارد بود. خب بهترین سخن کردن هنمی حبس ملاها که آزی در کجایی میبینی اون آزی یا ملای گای غرمونا محکم کردن آدمای دیندار ای وقتش محکم کردن. همین مثلا ای حاجی میرزا و نامش چیه حاجی میرزا و اشان نوردین جان همه دانست که و یا نماینده که بسیار دارن مقصد ورا هستن آدمایی که با چیز جان خچان ورا دوست میدارن با هم خاطر ورا نتونستن یگان همون مقصد گروزید کرده گفتی همون روسا یگان همون جنایت گروزید کرده نتونستن و کم ترک چی بدن یارا دیگر خیلی استفاده بودن. اگه ایشون نوردین جان من نمیگم که او آدم استفاده بودن و آدم در کنسه تا حاضره او هست گپاش که او در یگان کس داده نمیشه نه که حاجی میرزا را گفتی گپا نسه هم دل استفاده بودن هر کارش کردن هر یک گپاش زدن گفته که گفته هم پوچو مقصد بعدی که گفته که سطری خیلی مقصد پریزیدنت خودش گفت که در برنامه برومد در پیش چند هزار آدم گفت هم از سوی تحقیب که سعی برومد گفت که مقصد گفته جناب چیه جناب نه پوچو را گفتش کراچی واجبه اگر با گفتش بکنی واجبه این خیلی گپا زد آب روی خچن نال کرد از من میبینم در برنامه فقط شلای گلخوجه بعد شلای گلخوجه او برنامه میکنم برای که دیگه اوجه نماینده خچه آب روش نال کرد انا دیگر ملاش اکن تا نماینده که کم دارن اونا او را بیچاره را میبرن با همون از 3-4 تا یکی هسته همو را محکم کنن فقط اوی کنن دیسکتک اوی کنن با نامش چین چیزو را اوی کنن که همین فساد بسیار شوه وازی در توی میکنن وازی هم قوفیز بسیار شده هم رقصه بسیار شده اپا جان کنه خیلی ببینید دخترای یاش نامش 14-15 ساله اوجه رقصه شده سن دختری که گل وری خشروی مقصد یعنی همه جاش اوی گفت گپا هم مرا جزیره بود که پرتوفته سن با خدا قسم ایروی خب یک سوال داشتم با همین عباره جمله که میگویند حکم شاه واجب است خود شما چه گفتنی دارید؟ اگه این جواز ما دوره شایان نیستیم و خب اپا جان ما شو نداریم ما یک شایان وقتای پیش بدن که و عدالت داشتن اپا جان و گوش میکردن یک کس نیم کس یا میدونیم که مقصد یا یک آدمایی هستن که پروتفی اسلام رفته سیره چخیل میگیری شما درست گفتید حکم شاه واجب اگر حکم شریعت باشد بله باشد
یعنی حکم شاه مقابل حکم شاه بالا نباشد، بالاتر شاه دنیاست و مقابل بله حکم بله آوردن هرگز واجب نیست. دیم سوال تان درباره چی بود؟ دیم شب فراموش کن. نبود موضوع بود، موضوع همان اسکادرکل اصلا آن را رحمان کل گذاشتنی شدند. یعنی این پیشنهاد بود از جانب یک سابق سفیر. نه ایرا خدا خواهد کو اپاجون ایرا نکنه تاری اسکندر کل با هم نام خچه او اکو دیده سن که آدمایی که در چیا بودن، مقصد در همین چیزای بزرگای ما بودن، این دیگر همه او را بایم برده سه همه یعنی نامشه نه دنغره را ولایت میکنه چی میکنه همه را یک میکنه و کراچی ما مقصد ما آدمایی هستیم که هم صنفی نه در تمام کردیم و پجون سنی همین رسی آمدیم در ای کمبودی شرایط در مکتبا را هم خشونه خوندیم همین در مکتبا هم مبلغ میپرسیدن سیاسی ما همین گپزنی و سیاست همین مخالفا یاد گرفتگیم و پجون این همین کم ترک فهمی شد همین جا اومدیم گرفتیم او در اوجا فقط بچه های یاش صنف های نه ده از صنف 6 سالگی نشه‌زنی را سر میکنن فقط بانگ میزنن در کیم جو میرم پشت مکتب در میزنه بانگا بعد میدروه مکتب میدروه در پشتی صنف نوس کشیدگی وابشه اگون سوال نمیته برای چی خاطر افغان ها هم تاجیکنن لیکن ببین که شعرهای ما را او استفاده بردهسن ما یگان طلبه نداریم که مقصد همین کم ترک شاعرای ما را مقصد ما شاعر هم دیگه گوش نمیکنیم یک شاعر هم یگان کس تکرار نمیکنه شعرشا برای چی خاطر اوجه همین تاجیک گفتنی آدم در همین غریبی آمده اوجه همچون مو سرواری ما را استفاده میبرنده پجون وقتی درک میکنم من اسکندر کلا این ما میگیم گفتی محمد اقبال صدرالدین نام دیگر مخالفین از سین اشرف یا یک موزه شمه سازیم انشالله موزه شمه سازیم که همین بدروین هم ده یک بدروین هم کسی پریزدین بشه یکم همون بدروین همون گناه جنایتای کردی همین خدا زده را ببینه و اگر بگیم که یک همی رنگ همی جنایت اگر یک جنایت چکدی ای سری محصب همون یک وجب گذاشتن ده باید ای سری وظیفه برای انشالله ما باوری داریم که خدا خواهدی این رنگ نامشه رنگ خوب یابایی شدگه انشالله یه روز نه یه روز ما گفتیم محمد اقبال صدرالدین ما دوام میکنیم که این نام برند ما با زندگی ای را بگیریم و دامو عذابای کشدگیش باید هر یک خلق باید ای عذابای کشدگیش باید بکشه انشالله اپا جان گفتنی هستم که در آخر موضوع بهترین شما اپا جان همی یکم ترک شجاعت زنها را هم زیاد میکنین انشالله یک چی میکنین خدا خواهد انشالله در پناه خدا باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام. من خیلی میخواهم که شجاعت زنان هم بیشتر باشد. میخواهم زنها آگاه باشند از حقوقهای خود، هم شرعی حقوقهای هم حقوقهایی که دولت معین کرده برایشان آگاه باشند. اما با همین شجاعت داشتن من هنوز چهاریک شجاعتی همان بانوهای افغانی را ندارم. اصلا من نه جانب طالبان نه جانب گریخته رفته صدا حکومت افغان هستم. من عین حال میخواهم مساوی به هر دو طرف نگاه کرده درست‌تر درک کنم. اما امروز بانوها خانمان افغانستان که در داخل کشورشان برآمده صدا بلند کرده شعار برداشته آزادی خود را طلب کرده ایستادند، این شجاعت هست. در تاجیکستان هرگز این حالت را دیدن امکان ندارد. من که بیرون از وطن شجاعت نشان دادم، تمام اقربای من در کشور هستند، آنها خودشان هم کودکانشان هم همه در وطن هستند. واقعا به حیث ترجمان در
بیمارخانه برای از معاینه طبی گذراندن گریزه های افغانی بودم. یک خواهرکی عزیز که هرگز نامشان را اینجا گفتنی نیستم، لیکن خیلی برایشان دلم سوخت که از 6 فرزند نخستینش را و از همه کوچکش را توانستند که بر طیاره بار کنند و باقی 4 نفر در همانجا ماندند. خدا گوید که در یگان کشور جنگ نشود، خونریزی نشود، خوبی به خوبی همین رهبران سیر شوند از دنیا و واگذارند که نفر دیگر برای پیشرفت همان کشور سعی کند. چون بر کرسی میخ کوفته یا شیرش بسته نشسته میگیرند و آن کرسی را رها نمیکنند تا جوانتر آمده پیش برد کار دولت داری را، و همین سبب می شود که بالاخره مردم به تنگ می آیند و شروع می کنند، یعنی خروج می کنند. در افریقا رئیس جمهور یک دولت فوتید به نزدیکی، او هم خیلی کارهای شایسته کرده بود، اما پی هم خوب 2 بار انتخاب کردن. خیلی آبادی ها بود، 10 ها کرات آبادتر از در آبادانی 10 ها کرات پیشرفت‌تر از وطن ما کارهای را انجام داده. اما وقتی که مراتبه 4م یا 5م خواست که نامزدیش را گذارد بر همان وظیفه پرزیدنتی، مردم شوریدند، دیگر نخواستند که حتی فرصتش بود شود، فرصت انتخاب شدهش، و همین طور او را از وظیفه برکنار کردند. هر یک چیز وقت دارد. میگوید که مهمان عزیز تا 3 روز. به همین مضمون است که هر کس یک وظیفه توانسته خودش را کرد، دیگر کرسی را خالی کند، جوانتر آید. مثلا کشور همسایه‌مان ازبکستان، اینقدر مردم گفتند آنجا هم زندانی میکردند، سر بالا کردند، فرار کردند از کشور. زندانهای آنجا هم از زیایان، از ملاها، از زنداران پر شد. اکستریمیست و تروریست گفته همه را محکم کردند، اما مردم دیگر خونریزی نشود گفته یک بار سر بالا کردند که حادثه اندیجان را در خاطر داشته باشد، قتل عام بر این کردند و بعد از آن مردم آرام ماندند تا خداوند خودش جان خونخواره را بگیرد. جای او نفر دیگر آمد، دیگر در مکتب ها نوابسته از لباس درس می شود، مثلا رومال هم ممکن در مکتب، دیگر درس دینی هم همه جا فراهم آورده شده. دیگر در یوتیوب کانال اگر با زبان ازبکی کابل خیلی از امر معروف ها هست که در تاجیکی کمان در کم وامی خوریم. علاقه درس قرآن آموزی آنلاینی طریق یوتیوب هست در کانال ازبکی که از خود ازبکستان ایستاده راه اندازی کرده ایستادند، تجوید آموزنده ایستادند. در گروه های ازبکی علاقه تلفن می دهند، تجوید می آموزانم گفته اعلان می کنند. پس ممکن است که این گونه رقم تلفن داده اعلان کرده ایستادند. مقابل قانون های خداوند برآمده کسی به مقصد نرسید و نمی رسد هم هرگز. چگونه می شود که مقابل قانون بالا قانونچه پایان برآمده من کنند آن را؟ برنامه پرنده های مهاجر است. موضوع برای ما چشم انتظاران، این برای چشم انتظاران اهل وطن بخشیده شده برنامه. اما 3 خبر آماده کرده به سمتان رسانیدیم، بر مورد نظرتان قرار دادیم که بود درباره بازداشت ملاهای ادامه دارد. خبر دیگر بلندشوی معاش عالمان و بلندروی نرخ آذوقه خصوصا آرد یک بار در یک شبانه روز 20-25 سامانی بالا رفته. این برای مردم کم بغل وطن پول است، 20-25 هم. و درباره اسکندر کول بود. آیا نام کول اسکندر را، نام اسکادر کول را رحمان کول میگذارند؟ این پیشنهاد است، هنوز نگذاشتند، اما همین پیشوا شدن هم پیشنهاد بود. خب گفته قبول کردند. خوش آمد پادشاهان را خوش آمد. کدام پادشاه نمیخواد که بر وی خوش آمد زند؟ فقط باره میگوید لقمان حکیم بیمار شده و همگی بر عیادتش آمده و دستاویزها آورده و تهنیت ها گفته او را بر بیماریش شفا خواستند و همه تعریف کردند. در آخر لقمان حکیم خیلی غمگین شده. نفر میپرسد که چرا
چرا غمگین شده؟ لقمان حکیم میگوید من غمگین از آن هستم که دوست پیدا نکردم در قطار این قدر آدمان. چرا که دوست تعریف نمی کند. دوست گناهانت را کمبودیت را در رویت میگوید تا اصلاح کنی. این همه آمدند و تعریف کردند. خوش آمد، چاپلوسی، تعریف و تصنع، این همه اگر همین روز کشور برباد، همین روز رئیس جمهور دیگر شود، همه آن تعریفگران و مداحان و چاپلوسان چند که ماشینشان را میگرداند سوی پیشوا نه، خدا نگه دارد، سوی راهبر دیگر درس شود بر ما که راهبر را پیشوا نخوانیم. راهبری دیگر میگردانند، دیگر با تعریف و تصنع او میپردازند و اولین شده رئیس جمهور از کار سبک دور شده را همان چاپلوسان بر بعد بود گفتن میگذارند، گفته هایشان را برعکس مینگارند. خب یمن سیتی مرحمت شما را وارد موضوع میکنیم. شهرک یاوان سیتی مرحمت. دادر یا خواهر هستند؟ سلام علیکم. چه مشکلات تکنیکی به فکرم موبایل شما دارد که وارد می شود و فرصت برنامه هم گذشته علاقه از وقتش. به هر حال بر نفرانی که وارد شدند، یکی گفتند هرگز نام اسکندر کل را بخشیدنی نیستیم و نفر دیگر گفتند عجیب که مایل اوست، مایل خاطر رحمان تاجیکستان رحمانستان شود و فقط التماس رود. اگر نام میخواهد نامش بخشیدیم، فقط رود. به هر حال بر نفرانی که تماشا کردند 376 نفر عین حال هستند، هم فکر هستند با ما. نفران هم که همینجا نوشتند که نام اسلام را پامال میکنه، نوشتند دیگر مهرانه سخنهای هم نگاشتند، با محبت و صمیمیت و صداقت نوشتند. نفرانی که هم تو گفت و گذار همین فرصت پرقیمت، وقت عزیز عمر خود را دریغ نداشته با ما بودند. به همتون یک دنیا تشکر میگویم، یک دنیا تشکر که با ما بودید، عمر را بر ما هدیه کردید، یعنی برنامه ما را گوش کردید. وقتی ما ضایع نرفت که برای شما برنامه آماده کردیم، شما هم با محبت بر آن توجه فرمودید. خیلی منتدار هستم از همه شما. تا برنامه های دیگر همه شما را بر پناه خدای پاک می سپارم. خیر.